بچه شیعه‌ای که دم از امیرالمومنین بزنه به پدر مادرش ارزش قائل نشه، 2000 نفهمیده مرام علی را. هیئتی و امام حسینی و امیرالمومنینی که رگش برا مولا باد میکنه اما رحم نداره، به مستاجرش رحم نمیکنه، اینا مرام علیه. تو بازار نامردی میکنه، برنج ایرانی خارجی مخلوط میکنه تو پاچه ملت و و و و. اگه میخواد پا علم مولا وایسی باید همه چی تو درست، باید نمازم درست بشه، باید پدر مادرم راضی کنم، باید کسبم حلال بشه، بعد بیام تو رکاب امیرالمومنین من دم از فدا شدن برا مولا بزنم و الا گنده تر از من و توهاش چپ کردند. زبیر کم کسی بوده به خیالت؟ زبیر پسر عمه امیرالمومنین، سیف الاسلام پیغمبر لقب داده بود اما چپه شد. به خدا من هیئتی بی نماز دیدم و پناه بر خدا. و چی فهمیدی تو از علی؟